أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مگه خداوند نفرمودیم تو دیروز عرض کردم که خدا را در حالت تضرع و مخفیانه بخوانید ادعوا ربکم تضرعا و خفیا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ببین بس شمایید مفسد فی الارض، نه جوانان ایران که در مقابل شما قتلم کردند. خداوند میگه که این آیه رو دقت فرمایید، خیلی مهمه. آیه اصلاح در زمین رو در وقتی میگه که میگه خدا رو مخفیانه دعا کنید، بخوانید و با حالت زاری بخوانید و تعدی در دعا نکنید. یعنی اگر خلاف این کار رو بکنید تعدی کردید و اگر چنین تعدی بکنید مفسد فی الارض هستید. اونم که بعد اصلاحها، بعد از اینکه خداوند محمد فرستاده این عادتهای جاهلیت از بین برده و او خوفا و طمعا، از او بترسید و به او امید داشته باشید، با چنین حالتی او رو بخوانید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، که رحمت خداوند با نیکوکاران نزدیکه. مفسد فی الارض کسی رو میگن؟ شماهای مفسد فی الارض به صریح آیه قرآن، که نه که خدا را علنی میخونید بلکه خدا را به شکل مفتضحانه بخونید که همه عقلای جهان را ازش میرمانید. ولذا من حق میدم لایک هایی که حق که نمیدم ولی عذرش رو میدونم، اینه که میرم بیدین میشن. اگر دین اینه عرض کردم بیدینی خیلی بهتره. به قول آیت الله برقعی میگفت که آقا رقص آزاد در امریکا بهتر از این دین اجباری اینجاست.